کتابی که به زبان انسان نوشته نشده. سلام، خوش اومدید. دست‌نوشته‌های ووینیچ رو میشناسید؟ این دست‌نوشته اسرارآمیز سالهاست که معمایی برای محققان شده. محتوای این دست‌نوشته نقاشی و طرح‌های عجیب و غریب و متنی با زبان ناشناخته است. محققان خیلی تلاش کردن رمزگشاییش کنن، اما تا به امروز موفق نشدن. این دست‌نوشته سال 1912 توسط ویلفرد ووینیچ کشف شد. با بررسی‌ها مشخص شده احتمالاً منشأ این کتاب به قرن 15 برمیگرده. چیزی که دست‌نوشته‌های ووینیچ رو خاص میکنه نقاشی‌ها و طرح‌های عجیبشه. طرح‌هایی که با جزئیات زیاد از گیاهان مختلف و حتی ستاره شناسی کشیده شده. اگر نقاشی‌ها رو ببینید متوجه گیاهان ناشناخته میشید که به اعتقاد بعضی‌ها این گیاهان در واقع گیاهان فرازمینی هستند. تئوری‌های مختلفی درباره دست‌نوشته‌های ووینیچ وجود داره. بعضی‌ها میگن کلاً این دست‌نوشته‌ها به زبان خاصی نوشته نشده و یه فریبه و معنی و مفهومی نداشته و برای دست انداختنه. منشأ این تئوری برمیگرده به این آقا ویلفرد ووینیچ. داستان وقتی شروع میشه که کلکسیون کتاب‌های یکی از دانشگاه‌های روم به واتیکان فروخته میشه. بین این کلکسیون کتاب دست‌نوشته‌های ووینیچ هم بوده، اما به دلایل نامعلومی این دست‌نوشته‌ها به دست ویلفرد میفته. اما به احتمال زیاد این تئوری غلطه، چون نقش و نگاره‌های این کتاب فراتر از یه حقه است. بعضی‌ها معتقدند دست‌نوشته‌های ووینیچ در واقع کدگذاری شده است. تئوری دیگه میگه این دست‌نوشته در واقع درباره گیاهان داروییه. بعضی‌ها هم میگن منشأ فرازمینی داره، برای همین تا به امروز کشف نشده. و تئوری دیگه میگه دست‌نوشته‌ها رو مردمی نوشتن که دیگه ازشون نشونه‌ای نیست و زبانشون لابلای تاریخ گم شده. حقیقت همچنان پنهانه. با ورود به عصر هوش مصنوعی، محققان هنوز در تلاش هستن تا این کتابو رمزگشایی کنن. واقعا این دست‌نوشته‌ها رو کی نوشته و هدفش چی بوده؟ شما چی فکر می‌کنید؟ برام بنویسید. مرسی تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد، لطفاً با لایک و سابسکرایب کانال رو حمایت کنید و در قسمت کامنت بنویسید از چه موضوع بیشتر خوشتون میاد و در ویدیوهای بعدی دربارش صحبت کنیم. مرسی تماشا کردید.